چرا باید هارو را بشناسیم؟ آرمین رزمی هستم، به یکی از کانال‌های یوتیوبم خوش آمدید. اگه محتوا برات مفید بود، با لایک و سابسکرایب ازم حمایت کن تا بتونم بیشتر از اینا تولید کنم و به دوستانتون بفرستید. مقدمه. در دنیای عملکرد ورزشی و سلامت پیشگیرانه، یکی از شاخصهایی که در سالهای اخیر توجه گسترده‌ای را به خود جلب کرده، تنوع ضربان قلب یا هو است. این شاخص نه تنها به درک بهتر وضعیت ریکاوری و آمادگی بدن کمک می‌کند، بلکه به عنوان یک ابزار نظارتی قدرتمند برای ورزشکاران حرفه‌ای، مربیان و متخصصان سلامت شناخته شده است. در این پست با مفهوم هاو، نحوه اندازه‌گیری، تفسیر داده‌ها، عوامل مؤثر و کاربردهای آن در تنظیم تمرین آشنا می‌شویم. هاو چیست و چه چیزی را اندازه‌گیری می‌کند؟ هاو به تغییرات طبیعی در فواصل زمانی بین ضربان‌های پیاپی قلب گفته می‌شود. برخلاف ضربان قلب که به تعداد تپش در هر دقیقه اشاره دارد، هاو به میلی ثانیه‌هایی نگاه می‌کند که بین هر ضربان قلب فاصله می‌افتد. قلب سالم دارای نوسانات ظریفی بین ضربان هاست و این نوسانات توسط سیستم عصبی خودمختارند که شامل دو شاخه‌ای سمپاتیک تحریک کننده و پاراسمپاتیک آرام کننده است. تنظیم می‌شود. تفسیر هاو، عدد بالا یا پایین چه مفهومی دارد؟ هاو بالا به معنای تعادل خوب بین شاخه‌های عصبی و آمادگی بدن برای عملکرد فیزیکی و ذهنی است. این حالت معمولاً در افرادی با خواب مناسب، استرس پایین و سطح آمادگی بالا دیده می شود. در مقابل هاو پایین ممکن است نشانگر فشار فیزیکی یا روانی، تمرین زدگی بیماری یا خواب نامناسب باشد. تداوم این وضعیت می تواند زنگ خطر برای سیستم بدن باشد و نیاز به بررسی دارد. چگونه هاو اندازه‌گیری می شود؟ در گذشته هاو فقط از طریق نوار قلب الگو بررسی فواصل را ثبت می‌شد. امروزه ابزارهای پوشیدنی با فناوری فوتوپلتیسموگرافی یا سینه بندهای سنجش ضربان قلب نیز داده‌های قابل اعتمادی ارائه می‌دهند. با این حال، ثبات در زمان شرایط و وضعیت بدن هنگام اندازه‌گیری ترجیحاً صبح در حالت درازکش برای دقت در تحلیل بسیار مهم است. آیا می‌توان هاو را بین افراد مقایسه کرد؟ خیر، مقایسه عددی هاو بین افراد مختلف بی‌معناست، زیرا عوامل زیادی مانند سن، جنسیت، ژنتیک، سبک زندگی و سطح آمادگی بر هاو تأثیر گذارند. مهمترین نکته رصد روندهای شخصی هاو در طول زمان است، یعنی شناخت الگوی فردی بدن و واکنش آن به تمرین، استراحت، تغذیه و استرس. کاربرد هاو در برنامه‌ریزی تمرینات ورزشی. ورزشکاران حرفه‌ای می‌توانند با تحلیل روند روزانه را روزهای آمادگی بالا هاو بالا را برای تمرین‌های سنگین و روزهای کاهش هاو را برای بازیابی انتخاب کنند. این رویکرد با عنوان تمرین هدایت شده با هاو شناخته می‌شود و در مطالعات اثر مثبت آن بر بهبود عملکرد هوازی تایید شده است. با این حال، هاو باید در کنار سایر شاخص‌های عملکردی و بازخورد ذهنی به کار گرفته شود. چه عواملی بر هاو تأثیر می‌گذارند؟ هاو متأثر از عوامل متعددی است. استرس فیزیکی، تمرین شدید، فعالیت زیاد. استرس روانی و عاطفی، فشارهای ذهنی، اضطراب. استرس شیمیایی، تغذیه نامناسب، الکل، سموم. کیفیت خواب. بیماری و عفونت‌ها. نوسانات هورمونی. سن، تغذیه و وضعیت آب بدن. شناخت این عوامل و ثبت روزانه آنها می‌تواند به بهینه‌سازی عملکرد فردی کمک کند. هاو پیشبینی، تمرین زدگی، بیماری یا آسیب. اگرچه هاو می‌تواند به عنوان هشداری زود هنگام از استرس بیش از حد یا ناکافی بودن ریکاوری عمل کند، اما نمی‌توان صرفاً بر اساس هاو آینده را پیشبینی کرد. برخی تحقیقات ارتباط بین هاو پایین و افزایش خطر بیماری را نشان دادند، اما شواهد کافی برای پیشبینی آسیب وجود ندارد. بنابراین هاو را باید در کنار سایر داده‌ها و مشاهدات بالینی تحلیل کرد. بهترین روش رصد هاو برای داده‌های قابل اعتماد. برای تحلیل دقیق هاو، ثبات مهمتر از دقت مطلق است پیشنهاد می‌شود. هر روز صبح بلافاصله بعد از بیدار شدن، در حالت درازکش و بدون حرکت، با یک دستگاه ثابت و ترجیحاً دقیق سینه بند یا حلقه هوشمند.
همچنین باید میانگین‌های متحرک هفتگی یا ماهانه بررسی شود، نه نوسانات روزانه. جمع‌بندی. هر آینه‌ای از وضعیت درونی بدن. هر یک شاخص پویا و ارزشمند برای سنجش وضعیت عملکردی و بهبودی بدن است. با پایش منظم و تحلیل علمی آن میتوان تمرینات مؤثرتر، ریکاوری بهتر و تصمیمات آگاهانه تری اتخاذ کرد. اما فراموش نکنیم که هر تنها یک قطعه از پازل سلامت است و باید در کنار سایر نشانه‌ها، شاخص‌ها و تجارب فردی تحلیل بشود. با لایک و سابسکرایب ازم حمایت کن تا بتونم بیشتر از اینا تولید کنم و به دوستانتون بفرستید. اگه نظری داشتین کامنت کنید.